حالا بله خدا میگه هر کی براتون میخ شد براشون میخ بشین خیلی بدتر تیزتر. اینها میخه. این مشتلی همسایمون که الان 80 سالشه چند وقت پیش بعد شانسی رفته بود کویت، همون موقع درگیری‌ها شد و به اصطلاح بعد از انتخابات زنگ زد ما گفت آقا یه گور میخ نمیتونیم جلوی موتورا یا بریزیم که دارن مردما لتو پار میکنن و از پشت تلفن به ما توضیح داد و خلاصه وقتی هم خودش اومد دیگه شروع کرد گفت ببین آقا با ساده ترین وسیله من براتون چیزی درست میکنم که هر موتوری یا هر حتی ماشینی رو از کار بندازین ولو اینکه چرخای تو پر باشه. بهترینش علی آقا توصیه میکرد دره نوشابه. البته حالا چند وقت بعد میان میگن آقا نوشابه میرای بخری میگن با در میخوای یا بی در، چون در رو قبلا بردن. ببین دره نوشابه و از اطراف قسمت‌های مختلف میزنی طوری که هر جوری که افتاد یه میخش حوالی سربازان بدنام شیطان بشه. این که حرف دیگری میزنن سرباز بدنامه چی اون اشتباهست، من اون رو توهین میدونم نمیگم. حرفای سربازای بدنامه شیطان که همون خامنه‌ای یا احمدی نژاد بشن. حالا این امتحان کردیم که ببینید خیلی راحته یا که البته اینه یا این دره میشه هر جوری که بیفته این یکی. بعد دیگریش بله اگه دست پاچم نکن تو اینجا. دیگریش این هست یه ابر فشرده اسفنج فشرده است آن و خیلی راحت اینجور ما برای اینکه فیلم کوتاه بشه قبلا آماده شد درست کردیم فقط اینجا نشون میدیم. اطراف با سلیقه میتونیم به خرج بدیم که هر جوری که خواستید بیفته اینجوری. و این لولایی هست مال شوفاژ اینها به کار میبرن اون بسشه. اینا لولای نرمیه. اینا رو میتونید اندازه 2-3 سانت بریده بشه و با دست بازم فرو میره توش. حالا نشدم یه امور دست استفاده کنم ولی با دست هم میشه. اینا هر طوری که بندازی دوتا میخش حواست. باز لوله خرطومی برقه. لوله خرطومی برق خیلی ارزون در دسترس راحت، معجزه هم نیست، چشمندی هم نیست، راحت. اینا رو همیشه علی آقا از کویت ما گفت بعدم اومد اینجا نشست و شبیه تو خونه درست کردیم همیشه. از همون چوب پنبه‌ای که گفتم اسفنج فشرده نازکترش هم از اینه که تو این درست کردیم. بعد ورقه یک یا دو تا سوراخ اینجوری تو گوشه‌هاش میزنیم که هر حالتی میفته اینجوری باشه. بله ورقه 1 یا 2 اگه اینجوری بیفته که ایدئاله. پیچ میشه توش بزنی میخوام میشه توش بزنی. بعد اینطوری یا اینطوری میفته یا اینطوری هم که میفته اصلا لاستیک موتور یا ماشین قاچ میکنه چه این وری بره چه این وری. بدترین حالت اینه، ایدئالش اینه که ماشین از این ور بیاد یا اینجوری باشه. بعد نوع دیگه این لاستیکه مثل لاستیک شلنگ ترازاست که بنا به کاری برن منتها این کلفته شه. شلنگ گاز انواع شلنگا رو میشه استفاده کرد. این واسه به سلیقه مردم داره و خودشون میتونن ابتکار رو خرج بدن، ایده رو فقط بگیرن و بقیه خودش دیگه هنر نزد ایرانیان است و بس گفته قوله آقای حافظ. این تا اینجا